سلام و عرض ادب. دستگاه تستر باتری با نمایشگر آنالوگ و دیجیتال 250 آمپر قدرت بارگیری. در ابتدای کار یک کلید دو حالته برای نمایشگر دیجیتال هستش. اگر بخوایم قدره سواری باش تست بگیریم، این کلید رو حالت 12 ولت میذاریم. بعد چنگدو رو به صورت صحیح روی قطب‌های باتری اتصال میدیم. زمان نمایشگر آنالوگ و دیجیتال فعال میشه. فن تهویه شروع به کار میکنه. کلید استارتمون رو به مدت 5 تا 10 ثانیه نگه میداریم. عددی که مشاهده میکنید اگر بین 9 تا 10 ولت باشه باتری سالم و نیاز به شارژه، و اگر زیر 9 باشه باتری خرابه، و اگر این عدد روی 10 تا 10 و 14 هم باشه باتریمون سالمه. بعد از 10 ثانیه کلید استارتمون رو رها میکنیم. نمایشگر دیجیتالمون 13 و 8 همینطور نمایشگر آنالوگمون هم روی 13 و 8 داره به مرور بالاتر میره. اگر این عدد بین 13 و 8 تا 15 و 14 باشه، این نام ماشینمون سالمه.